بعضی مشکلات در خانواده ها رخ میده. گاهی اوقات شوهر یک اشتباه میکنه، گاهی اوقات همسرش یک اشتباه میکنه، اشتباهات همدیگر را تحمل بکنه. یک از بزرگا برای خانم خود میگفت، دقیق متوجه باشین، خوردن انشالله زمینهش فراهم میشه ولی سخنرانی ها گاهی اوقات فراهم میشه زمینهش. یکی از بزرگا برای خانم خود گفته بود اگر کدام روز من خشمگین شدم تو مرا آرام کن و اگر کدام روز تو خشمگین شدی من تو رو آرام میکنم. در غیر صورت اگر این حالت در بین ما و تو نباشه به زودترین فرصت از هم جدا میشیم. ما به زودترین فرصت اگر یک خانم اشتباه میکنه یا شوهر اشتباه میکنه واکنش خیلی شدید هست، بد اخلاقی خیلی صورت میگیره. درست است گاهی اوقات یک انسان خارج از خانه پریشان میشه، باید خانمی را درک بکنه. یا گاهی اوقات در خانواده کدام مشکل پیش میاد این باید شوهر درک بکنه. دیگه مشکلی که در خانواده ها وجود داره، زن درست مسئولیت خود را نمیشناسه و مرد هم درست مسئولیت خود را مدیریت کرده نمیتونه. به طور مثال آشپزی و کارهای داخل خانه مربوط زن میشه. مرد خیلی حق نداره که عمیقا مداخله بکنه. برو در آشپزخانه که نمک دیگر به چه اندازه انداخته، به این حد دیگه نه. به این حد شوهر حق نداره که هر روز جستجو بکنه، ضربین به دستش باشه که این جای خانه چرا نامنظم بود و این جای آشپزخانه چرا غیر منظم بود. به این اندازه دقیق بین دیگه به در نمیخوره که در مقابل تو یک اشتباهی خانم یک واکنش خیلی جدی نشان بده. این خیلی عمیقا در کارهایی که دیگه نباید مداخله بکنن. و اون طرف خانم هم این تو نشود که شوهر به از کار آمده و خیلی به سختی گرفتار است بگوی که امروز چند نفر در دکان و در تجارت ازت قرض گرفت. این چی فایده؟ یعنی چی مربوط میشه به او؟ این با کارهای کار داشته باشن دو طرف که مربوط خودشان میشه، عمیقا در کارهایی که دیگه مداخله نکنن، مشوره بدن یکی دیگره، از مشوره که دیگه مستفید شون. در غیر صورت اگر خانم و شوهر در کارهایی که دیگه خیلی عمیق و دقیق مداخله میکنه و در عمق کارها داخل میشه، کار درست نیسته. مشکلات خانواده هم زی جای پیدا میشه. دیگه مشکلی که وجود داره در بعضی خانواده ها، عدم درک وضعیت مالی شوهر که در خواهرات دیده میشه. گاهی اوقات یک خواهر و یک یعنی همسر یا خانم از شوهر خود خیلی تقاضای بلند داره، تقاضایش به اندازه درآمد مالی شوهر باشه. حالا نمیشه که یک شوهر در هر عروسی لباس 5000 برای خانم خود بگیره، در هر خیشی لباس 6000 برای خانم خود بگیره. وضعیت مالی یکی دیگر را درک کرده از یکی دیگر تقاضا داشته باشند. اگر این وضعیت درک نشوه و تقاضای خانم بلند باشه، بازی شوهر با تو خانم زندگی کرده نمیتونه، باز زندگی آینده ایشون خراب میشه. این خیلی دقیق متوجه باشه. این از مشکلات خانوادگی، آغاز مشکلات یک خانواده از این جای هست. دیگه مشکلی که در خانواده وجود داره و باعث یعنی از بین رفتن بنیاد و اساس خانواده میشه، بدگمانی ها هست. به طور مثال گاهی اوقات بعضی شوهرها در خانواده خیلی مصروف موبایل می باشن. خانم اون طرف در فکرش میه که امروز کسی چت خواد کرد، با کی مصروف خواد بود. یا به طور مثال خانمش یک جای خیلی مصروف گپ زدن هست، خصوصا طبقه خواهرات در گپ زدن در تلفن یک ذره افراط میکنن. اکثریت البته زیاد گپ میزنن، تنها احوال پرسیشان شاید مدت 5 دقیقه را بگیره، احوال پرسی خصوصی خودشان. این طرف شوهر میگه که با کی گپ خواد زد. یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، ای مؤمنا از اکثریت بدگمانی ها بپرهیزن، به خاطر خیلی بدگمانی ها گناه هست. یک نوعی از گناه است که ما نسبت به هر کس بدگمان شویم. یا به طور مثال خانم شوهر خود را در یک جای میبینه که شوهرش در یک جای با کس استاد هست، با یک خانم استاد هست، از اون طرف میگه که خانم کی خواد بود، شاید آدرس از یک جای پرسان کنه ازش، آدرس یک جای ازش پرسان بکنه. همین قسم برعکس اگر تو بدگمانی ها در خانواده باشه، باز مشکلات خانوادگی خیلی اضافه میشه. نباید بدگمانی ها، باید با حسن نیت، با حسن گمان، با خوبی گمان در خانواده زندگی بکنیم. در غیر صورت اساس خانواده بس هم میپاشه. باز خانواده خیلی خشن تربیه میشه، اولادهایی که یا فرزندایی که از خانواده به وجود می خیلی خشن میباشه، خیلی بد اخلاق میباشه، باز همین قسم به جامعه تقدیم میشه. دیگه مشکلی که در خانواده ها وجود داره بد اخلاقی هست. این دقیق متوجه باشیم. شوهر از خانم خود خیلی تقاضا داره که در خانه ما باید بیایم، باید لباست خیلی منظم، آرایش کردگی باید باشه. اما از تو لباست چه قسم است؟ آیا خودت منظم هستی؟
آیا خودت با سلیقه هستی؟ این خب معلوم دار هست که طبقه خواهرها از طبقه برادرها که خیلی با سلیقه می باشن. این خب به همه معلوم هست. وقتی که توی قدر تقاضای بلند داری و بد اخلاقی مزید صورت میگیره، خب هم اون طرف هم یک قسم تقاضا داره. او هم یک شوهر خیلی کلاسیک کار داره، به اصطلاح یک شوهر خیلی با برنامه کار داره. این شوهری غیر منظم، شوهری که به نظافت خود توجه نمیکنه، هر دو طرف چیز رو باید مد نظر بگیره و حتی این منجر به بد اخلاقی میشه. شوهر در خانه داخل میشه، یک سلام نمی اندازه. چرا میگه سیاست ما در خانه خراب نشه، در حالی که پیامبر در خانواده در خانه که داخل میشه می نشینه در خانه. فاطمه دخترش در خانه داخل میشه، به احترام فاطمه از جای خود بلند میشه، به احترام دختر خود. ما خو این گپار اصلا در بین ما وجود نداره که به خاطر یک زن کس از جای خود بلند شود. رسول الله به خاطر دختر خود فاطمه از جای خود بلند میشه، به خاطر احترام فاطمه رضی الله عنها. سلام با دست خو اصلا در خانواده وجود نداره که سلام با دست السلام علیکم با خانم خود کس با دست ماندن باشه کنه، میگه بی غیرتی هست. بی غیرتی نیست، اخلاق رسول الله هست. اینو باید بفهمیم. ما نیمی از این کسای شاید دیده باشین را، نیمی از زنهای ما و شما، خواهرای ما شما کلمه ای را برش استفاده میکنیم. مگر اون نام نداره؟ اون نام داره، با نامش صدا بکنیم. رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم عایشه صدیقه رضی الله عنها خانمشان را با عایش صدا میکرد از خیلی محبت، حمیره صدا میکرد از خیلی محبت. ما در خانواده خانم خود را ای صدا میکنیم. یعنی چی؟ اخلاق رسول الله روش اسلامی تو نیست. این یک اخلاق نیکو، یک برخورد نیکو باید در خانواده باشه. والله قسم اگر تعامل نیکو در خانواده باشه، درک حقوق همدیگه و رعایت حقوق همدیگه باشه، اصلا مشکلات رخ نمیده. ما در خانواده حتی یک سلام دادن را یاد نداریم که در خانواده داخل شیم السلام علیکم و رحمت الله مانده نباشه نمیتون. میگه من که در خانواده داخل میشم، در خانواده که داخل میشم کس گپ زده نمیتونه. میگه خیلی یک سیاست خوب دارم. نه، این سیاست نیست، بد اخلاقی است. بهترین شوهر او شوهر است که در خانواده داخل میشه، مردم در کنارش، اعضای خانواده جمع شه و در کنارش. مثل که بخاری ما شما استفاده میکنیم، گرم میباشه، هرچی نزدیکتر باشه گرم میشیم، هرچی به بخاری نزدیکتر باشیم. حال اگر ایتو باشیم، وضعیت ما در خانواده ایتو باشه که در خانواده داخل شیم، یکی در یک اتاق داخل شه، یکی در آشپزخانه بره، یکی در دیگه اتاق در پسخانه بره، که چی که فلان سیب آمد. این با سیاست نیست، بد اخلاقی است. مشکلات خانواده از این جای آغاز میشه. راه اصلاحش چی است که ما چی بکنیم؟ راه اصلاحش چی است که در انتخاب همسر دیدتان دید مادی نکنن. دید مادی نباشه که فقط با یک تصویر پوتوشاپ شده فریب بخورن. هر دو طرف را میگم. ولی خب پوتوشاپ آمده دیگه تصویر جور میشه، اون طرف در نامزادی تصویر روان میشه از هر دو طرف که فلان سیب است. نه، انتخاب اگر فقط تصویر باشه، مدت یک ماه یا 2 هفته با تصویر زندگی میکنه، بعد از 2 هفته و بعد از 1 ماه باید با اخلاقش زندگی بکنه. هر دو طرف با اخلاق زندگی میکنه. من مثال براتون میگم. اگر از دید تصویر انتخاب شود، کسی یک جایی در یک پارک میره یا در یک باغ زیبایی میره و باغ یک چند روز برای زیبا معلوم میشه و گلها یک چند روز برای زیبا معلوم میشه، دیگر روز با طبیعت باغ باید زندگی بکنه. حالتی که باغ داره باید با او زندگی بکنه. پس دید مادیت را دور بکنیم، هم تقوایش را مد نظر بگیریم، هم دیانتش را، هم خانواده‌اش را، هم ثروتش را، هم زیباییش را. رسول الله دین را انتخاب کرده که شما فظفر بذات دین تربت یدک. کسی که دیانتش را انتخاب بکنه، وقتی که یک خانم دندار انتخاب بکنه یا خانم یک شوهر دندار انتخاب بکنه، این زندگیشون خوشبخت میشه. چرا؟ که اینها حقوق هم دیگر را میفهمه، جایگاه یک دیگر را درک میکنه. خانم جایگاه خود را میفهمه و شوهر جایگاه خود را میفهمه. این راه اصلاح است. و دیگر راه اصلاح و عاشروهن بالمعروف، میگه با خانمایتان به طریقه درست رفتار بکنن، به طریقه نیکو رفتار بکنن. حتی رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم از دنیا که میرفت، یک از وصیت‌هایش در آخرین لحظات زندگیش این بود که استوصوا بالنساء خیرا. ما شما رو وصیت میکنیم به این که با زنهایتان، با خانمایتان، با همسرایتان، با همسفر زندگیتان وضعیت خوب داشته باشین، نیک برخورد باشین، خوش اخلاق باشین، خوش گفتار باشین. برعکس خانم‌ها هم باید این رعایت بکنه. در این کشوری که ما شما افغانستان زندگی میکنیم، الحمدلله جایگاه ها خیلی معلوم هست. من یک شکایت دارم که اکثریت اوقات شکایت از کشورهای خارجی پرسان میکنن. در کشورهای خارجی بعضی از خواهرها خود را با شوهر مکمل مثل که شوهرش باشه، این شوهر خود باشه. به یه حد نه. خانم باید جایگاه خود را بفهمه،
و شوهر باید جایگاه خود را بفهمه. اگر جایگاه ها معلوم نشه و باز تقاضاها زیاد بشه، تقاضاها که زیاد شد، باز یعنی برخورد زشت در مقابل یکی دیگه صورت میگیره. و از او خیلی تقاضا داره و این طرف خیلی تقاضا داره، اشتباه است. و دیگر راه اصلاح درک مسئولیت ها. قبل از اینکه 5 دقیقه پیش سخنرانی تمام شد، مرا احوال بدین که 5 دقیقه مانده. درک مسئولیت ها، مسئولیت خود را درک بکنیم. ما هر کدام ما یک عضو خانواده هستیم. من حیث برادر مسئولیت خود باید در خانواده درک بکنیم. من حیث شوهر باید مسئولیت خود در خانواده درک کنیم. هر کسی یک مسئولیت خاص خود را داره. مسئولیت گریزی نکنیم، از مسئولیت فرار نکنیم. وقتی که مسئولیت به کسی دیگه واگذار میشه، خصوصا اگر مسئولیت ها در یک خانواده معلوم نباشه، مسئولیت که معلوم نبود باز مسئولیت میمونه، میگه فلان نفر انجام میده و میگه نه فلان نفر انجام میده، بالاخره از مسئولیت پس میمونه. پس موضوع ما است که چگونگی اخلاق با اعضای خانواده. این مشکلات خانوادگی بود و راه اصلاحش. یکی از اعضای خانواده که در موردش صحبت میشه دخترها هست. در خانواده هر کس دختر داره یا اکثریت دخترها دارن در خانواده. گاهی اوقات بعضی برادرها یک برخورد تند دارن، یک برخورد تند نسبت به خواهر خود داره. یعنی برادر چی حق داره که تو یک برخورد داشته باشه؟ الا بوتای من رنگ کو. یعنی چی؟ در کدام کتاب اومده که بوتای تو رو باید خواهرت رنگ بکنه؟ اگر مهربانی بکنه خوب و در غیر صورت تو حق نداری که تو یک سیاست بکنه سرش بلند شو. نه خیر. اون هم یک عضو خانواده است و تو هم یک عضو خانواده هست. یعنی برادرها برخورد خشن نباید با خواهرای خود داشته باشه. و هم من حیث کرامت انسانی از جایگاه انسانی خود برخوردار هست و تو هم من حیث یک انسان باید با او برخورد داشته باشی. من هم باید من حیث یک انسان با او برخورد داشته باشم. اونا هم انسان هستن. دیگه اخلاق زشتی که نسبت به دخترها وجود داره در خانواده ها، از تولد دختر رنج میبرن. جایی که به طور مثال در یک زایشگاه حتی اخطارش میدن که این دفعه اگر دختر بود باز موتو میفهم. خیلی دختر و خانم‌ها، خیلی از خواهرات طلاق شدن به خاطر از اینکه دخترها پای هم تولد شد. این کدام مفکوره است؟ این مفکوره جاهلیت قبل از اسلام هست که دخترها زنده به گور میکردن. به همه ایتون معلوم هست، باید به اعتراف بکنیم که یگانه کسی که در خانواده از پدر و مادر خیلی مورد احترام قرار میگیره توسط دخترها هست. پسر قدر مورد توجه قرار نمیگیره، توجه نمیکنه طرف پدر و مادر. حتی بعد از ازدواج خو اصلا دیگه پسر میگه از من خو کار مشد، من دیگه چی کار دارم. اما یگانه کسی که احوال میگیره و دختر هست. این مفکوره جاهلیت را از ذهن خود دور بکنیم. کسی که میگه دختر تولد شدن در یک خانواده ننگ است، مادر ما کی است؟ خواهر ما از کدام نسل هست؟ همسر ما از کدام نسل هست؟ دختر ما از کدام نسل هست؟ او کیست؟ خب ما به خود توهین میکنیم، ما به مادر توهین میکنیم. دیگه مشکلی که وجود داره نسبت به دخترها، ما گاهی اوقات مرتکب میشیم عدم مشوره در مورد ازدواج با اونها. مشوره نمی کنیم. به طور مثال پدر در خانه داخل میشه میگه دختر با فلان نفر تو را عقد نکاح تو را منعقد کردیم. یعنی چی؟ اصلا خبر نداره. الحمدلله کم کمی عرف برداشته شده، ازدواج های اجباری کم کم دور شده، اما حال هم بوی جاهلیت از این ازدواج ها میایه. همین قسم که پسر حق انتخاب داره، دخترم حق انتخاب داره، حق رد و حق انتخاب دارن. کلانای خانه پدر و مادر تا حد یک مشوره را حق دارن که مشوره بتن، اما موضوع اضافه تر نیست که تحمیل بکنه. دختر خاله‌ایت را بگیری، دختر کاکایت را بگیری، دختر عمه‌ایت را بگیری، دختر مامان، نخیر، اجازه نیست. آلی آب یا یه چیزی که داخل گلاس اگر موافق میل من نباشه من چی کنم که بخورم؟ خب گاهی اوقات باعث پس به اصطلاح پس خارج شدن از معده میشه. ایتو نکنیم که ما یک غذای موافق میل پسر و دختر ما نباشه ما با زور بالشون میخورانیم. اجازه نیست، اسلام تو نگفته. یک روز یک دختر نزد رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم شکایت گفت یا رسول الله مرا با کسی به ازدواج دادن که ما موافق نبودم. رسول الله آمد گفت نکاح فسخ است، اجازه نیست، مردود هست. یکی از شرایط نکاح رضایت جانبین است که هر دو طرف راضی باشن، که راضی نباشن نکاح نمیشه. حرام هست ایتو ازدواج کردن. اینا باید دقیق متوجه باشیم. و دیگه بخشی از اعضای خانواده زنها در خانه و بخش دخترها بود. عموما زنها در خانواده اکثرا رفتار ما در خانواده با خانما با طبقه خانم یا زنها
یک نوع رفتار استبدادی و زورگویی هست. الا بلند شو، الا چای بیار، الا فلان کار را انجام بده، الا کتاب مرا پایین کو، الا فلان. ای قسم نخیر، و خود نوکر نیست. خدا کنید سخن مرا طبقه خواهرا نشنون، سخن مرا نشنون، شما بشنوین. وهبت الزحیلی در کتاب فقه خانواده میگه اگر کدام خانم کار خانه را انجام نمیده، یک کار خانه را انجام نمیده، شوهر اجبار کرده نمیتونه، حق نداره که بالش اجبار کنه. اون نوکر نیست. و ای تو فکر نکن که تو به اون نیاز داری، او هم به تو نیاز داره، تو هم به اون نیاز داری. ولی درک مسئولیت که کارهای خارج از خانه معمولا به مربوط مردا میشه، داخل از خانه مربوط زنا میشه. این باید درک بکنن. ما این مسئولیت را نمیفهمیم. گاهی اوقات مسئولیت از ما اشتباه میشه. زن به عنوان محل آرامش باید انتخاب شود در خانه. در ابتدای سخنرانی خود من یک چیز گفتم که من آیاتی ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیها. ازدواج به این خاطر است که هر دو طرف به آرامش برسند. مرد در جستجوی یک زن کامل هست و زن در جستجوی یک مرد کامل هست، در حالی که هیچ کس کامل پیدا نمیشه. اینها به خاطر تکامل یکی دیگه، به خاطر تکمیل کردن یکی دیگه خلق شدن. تو کمبودی هایی داره که توسط خانم تکمیل میشه و او کمبودی هایی داره که توسط شوهر کامل میشه. این چیزا رو باید درک بکنیم. دیگه حقی که زنها بالای ما داره به نیکی بالایش خرج شوه، مصرف شوه بالایش در حد توانایی شوهر، اضافه نه، افراط نه و تفریط هم نشوه. ایتو نشوه در خانواده نان و چای بخورن و ایتو هم نشوه که همیشه کباب خواستن باشه. افراط و تفریط در بخش صورت نگیره. ایره باید زنها هم رعایت بکن تا یک حد داره. و یکی از اعضای خانواده فرزندای ما در خانواده ها هستند. فرزند یکی از اعضای مهم خانواده هست، یا فرزندا اعم از پسر و دختر، اینها از اعضای مهم خانواده می باشند. باید رعایت شود حقوق اینها. حقوق اینها است که شخصیتشان باید قوی شود، باید جسور و با جرأت تربیت شوند، باید با اعتماد نفس کامل که اعتماد به نفس داشته باشند، باید تو تربیت شوند، با اخلاق تربیت شوند، با دیانت تربیت شوند، با برنامه تربیت شوند، با دیانت و با تقوا تربیت شوند. من که فکر میکنم که جلسه به سوی یعنی چی خوردن نزدیک میشه و شادامادم انشاءالله تشریف میارن. در اخیر باز ازدواج را و عقد زیبا و مبارک را به دو فامیل مبارک خیلی مبارکباد میگیم، بالاخص به جانبین یعنی دکتر سیف فضل الرحمن فقیرزاده و دوشیزه مبارکشان دکتر قیومی. به همه اینها مبارکباد باشه. الله متعال این عقد را سبب رضایت خود بگردانه و از اینها نسل متعهد و متدین و با صداقت و با اخلاص به وجود بیاره. اگر حق گفته باشم از جانب الله و رسول الله صلی الله علیه و سلم بوده، اگر ناحق گفته باشم سهم شیطان بوده. و ای که بعضی کسا اگر در ذهنشان این سوال باشه که در عروسی هم سخنرانی شنیدیم، تاوانش چی بود؟ هیچ تاوان نکردیم، بلکه یک چند گپی از رسول الله روایت شد، شنیدیم، از الله شنیدیم، زیبا شد، مجلس زیبا شد. اولین خشت خانواده با برنامه زیبای اسلامی گذاشته شد. از حوصله مندیتان تشکر. دوستتان داریم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تدین و با صداقت و با اخلاص به وجود بیاره. اگر حق گفته باشم از جانب الله و رسول الله صلی الله علیه و سلم بوده، اگر ناحق گفته باشم سهم شیطان بوده. و ای که بعضی کسا اگر در ذهنشان این سوال باشه که در عروسی هم سخنرانی شنید